پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بزرگترین فتنه‌ای که در تاریخ بشر در دنیا هست فتنه دجال هست. بزرگترینش و همه انبیا علیهم السلام که آمدن امتهای خود را از شر از این ترساندن و بیم دادن و بیشترینش پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن. هیچ پیامبری باز به اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد دجال ویژگی هایش زیاد نگفته. و شما میدونید که یکی از جمله علامات بزرگ قیامت است. این مبحث یک بحث تفصیلی است و خیلی بحث داره. کدام وقتا اگه شد باز تفصیلی روی این مباحث میه که علامات قیامت دو بخش است، به علامات کوچک و علامات بزرگ. علامات بزرگ 10 دانه است، یکی از اونها مسیح دجال هست و الله متعالی را از روی امتحان قدرت های ویژه برش داده. قدرت ویژه چیست که مثلا شکلش هم حتی گفته، میگه شکل نسبتا سیاه چهره داره و یک چشمش کور هست برآمدگی و یک چشم دیگه جور هست و در پیشانیش کلمه کافر نوشته است، کافر. و الله متعال با همراه از 2 دانه دریا هست، یک دریایش از آتش هست، یک دریایش از آب هست. و لفظ دجال به معنای بسیار فریب دهنده، بسیار فریب دهنده. مسیح به خاطر برش میگن وقتی در سر یک مثلا مرده دست میکشه زنده میشه. این قدرت الله برش داده. اما رقمی که معجزه عیسی علیه السلام بود، این به اصطلاح فتنه از این هم هست. و پیامبر صلی الله علیه و میگه وقتی با او مواجه شدین، اوایل و اواخر سوره کهف را یاد داشته باشین و بخونین و این دعاها را همیشه بخونین. و پیامبر صلی الله علیه و میگه وقتی کسی به طرف آتشش بره، آتشش در حقیقت آب است و نجات پیدا میکنه. اگر به طرف آبش بره، آبش آتش هست و او به طرف میسوزه. این فتنه کلامش است و قدرت‌های خارق العاده الله تعالی برش داده. با آسمان میگه بباران، آسمان میباره. زمین میگه برو، مرده میگه زنده شد. خدا میگه خدا میگه شما میگن که میگه اینم خدا هست. اما نشانه ضعف و مخلوق بودن در وجودش خیلی آشکارا هست و انسان‌های ایماندار دائمی ابتلا هم مقاومت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک جوانی را میگه که به من ایمان بیار، من خدا. میگن نه تو دجالی، پیامبر گفته بود تو میین، ولی ما میبینیم که تو آمدی. اما تو برش میگه، باز میگه که نه من تو را میکشم. میگه با وسیلی که داره او را 2 شق میکنه، 2 نصفش میکنه، از وسطش 2-3 بار تیر میشه، بعد از پس دوباره اینو یک جا میکنه، زندهش میکنه. میگه نه تو را کشتم پس زنده کردم، به من ایمان بیار. میگه پیامبر گفته بود تو همین کارا میکنی، اونم دجالی. حال ایمان میگه برای اینکه تو دجالی بیشتر و بیشتر شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وارد 2 شهر شدن نمیتونه، مکه و مدینه. و وقتی ظهور میکنه 40 روز در دنیا میمونه. روز اولش به اندازه 1 سال طولانی میشه، روز دومش به اندازه 1 ماه، روز سومش به اندازه 1 هفته و باقی روزها روزهای عادی است. صحابه پرسیدن میگن یا رسول الله اگه ما 2 وقت بودیم باز نماز خود چطور کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و میگه حساب بکنیم، یعنی به تعبیر امروزی 24 ساعت نماز، 24 ساعت 5 وقت نماز تنها بخونیم. و راههای نجات شمیس همین دعاها را بخونیم و اوایل سوره کهف را یاد داشته باشیم و ایمان خود را تقویت بکنیم. از ایمان‌های فتنه‌های خردریزه آدم می‌بینه آدم چقدر کافر می‌کنه. دجال به خاطر چی روز شد در همون رقمات حقیقتا خیلی خردریزه رو ببینی که از آن نفر کافر شده. به یک گپ ناق که دجال بیا با ایت یک حالت و حقیقتا انسان نمیره. تعبیر پیامبر صلی الله علیه و سلم حقیقتا بزرگترین فتنه تاریخ بشر هست و الله متعال ما شما را حفظ کنه.